سلام، روزتون بخیر. بریم با هم امروز آموزش این دستبندهای جناغی خوشگل رو ببینیم. خیلی شیک، ساده و مینیمال هستن. ببینید نمای روی دستشون رو، چقدر خوشگلن. این یکی که اصلا با طلا مو نمیزنه. خب بریم آموزششون رو ببینیم. برای بافت این دستبندها ما نیاز داریم به منجوق گرد سایز 11. میتونید از منجوق‌های توهو، ماتسونو یا میوکی گرد استفاده کنید و دلیک های سایز 11. منجوق میوکی دلیکا سایز 11. رنگش هم که دیگه کاملا سلیقه‌ایه. من از این رنگ آبی استفاده میکنم. نیاز داریم به نخ. میتونید از نخ ابریشم طاووس شماره 2 استفاده کنید یا از نخ FGB یا نخ میوکی یا نخ مز، دیگه هر کدوم که دم دست داشتید. و نیاز داریم به سوزن سایز شماره 12 یا 11 رویال سرطلایی. من از سوزن شماره 12 استفاده میکنم که نازکتره و حین بافت اذیت نمیکنه. خب اول که ما سوزن رو نخ میکنیم. برای نخ کردن نخ طاووس میتونید از موم استفاده کنید. موم رو به نوک نخ بکشید که تارها از هم جدا نشن و راحت بتونید نخش کنید. من از نخ ابریشم استفاده میکنم که توی فیلم واضح تر باشه. برای شروع نیاز داریم به 6 تا دونه منجوق گرد توهو. خب برای شروع نیاز داریم به منجوق گرد. اول 6 تا دونه منجوق گرد برمیداریم. میاریمش انتهای نخ. یه دور ببینید نخ از اینجا خارج شده، سوزن از اینجا خارج شده. از انتهای منجوق ها یک دور نخ رو از داخل همه منجوق ها دوباره رد میکنیم و گره میزنیم. محکم گره میزنیم. یک بار دیگه تا این حلقه منجوقی ایجاد بشه. حالا نخمون اینجاست. ما سوزن رو از 3 تا از منجوق ها رد میکنیم. چون سخت من دونه دونه انجام میدم. سخت که من خیلی محکم گره زدم. میخوام سوزن رو از 3 تا از منجوق ها رد میکنیم. میرسیم به وسط منجوق. حالا دیگه نیازی به منجوق های گرد نداریم. 2 تا منجوق دلیکا برمیداریم. ببینید نخ از اینجا خارج شده. این 2 تا رو سوزن رو از اولین منجوق کناری نخ در میاریم به این شکل. حالا نخ رو از این 2 تای بغلی
سوزن رو از این دوتای بغلی دوباره خارج میکنیم اینجوری. حالا دوباره 2 تا دیگه دلیکا برمیداریم، بازم از این یه دونه کناری سوزن رو خارج میکنیم تا این شکلی قرار بگیره. حالا بافت رو توی دست میچرخونیم برای اینکه راحت تر باشه. ببینید الان نخ از این دومی خارج شده. یه دونه دلیکا برمیداریم و سوزن رو از بالاییش، منجوق بالاییش خارج میکنیم. مطمئن بشین که بافت رو خوب میکشین که شل نشه. دوباره بافت رو توی دست میچرخونیم برای اینه که تسلطتون به بافت بیشتر بشه. حالا یه همچین شکلی داریم. دوباره 2 تا دلیکا برمیداریم، سوزن رو از منجوق کناری رد میکنیم. نگران نباشید، هرچی بافت رو ادامه میدید این 2 تا منجوق خودشون شکلشون درست میشه. حالا که سوزن از این دومی خارج شده، نخ از اونجا خارج شده، یه دونه دلیکا برمیداریم، از منجوق بالاییش خارج میکنیم این شکلی. دوباره بافت رو میچرخونیم، باز همین کار رو ادامه میدیم. 2 تا دلیکا برمیداریم، از منجوق کناریش خارج میکنیم، یه دونه دلیکا برمیداریم و از منجوق بالایی سوزن رو بیرون میاریم. بازم بافت رو میچرخونیم، 2 تا دلیکا برمیداریم، از منجوق کناری خارج میکنیم، یه دونه برمیداریم، از بالاییش ردش میکنیم. بازم بافت رو میچرخونیم، 2 تا دلیکا برمیداریم، از منجوق کناری نخ رو خارج میکنیم، یه دونه دلیکا برمیداریم و از منجوق بالایی بیرون میاریمش. همین کار رو ادامه میدیم تا زمانی که بافتمون به اندازه دلخواهمون برسه. بازم بافت رو میچرخونیم، 2 تا دلیکا از منجوق کناری یه دونه دلیکا از منجوق بالایی. مطمئن بشید که محکم نخ رو میکشید. نخ رو میتونید بین این 2 تا انگشت نگه دارید. دوباره 2 تا دلیکا و بعد یه دونه دلیکا. خیلی ساده میتونید یه بافت خیلی شیک و جذاب و مینیمال داشته باشید با رنگ‌های مختلف. دوباره 2 تا دلیکا
و بعد یه دونه دلیکا. حالا من این بافت رو ادامه میدم تا به یک اندازه برسه، بعد برمیگردم و تموم کردن بافت رو نشونتون میدم. خب من خیلی این بافت رو ادامه نمیدم چون نمیخوام که کاملش کنم. بنابراین انتهای بافت رو بهتون میگم که باید چیکار کنین. یه دور دیگه میبافم. ببینین یه بار دیگه توضیح میدم. 2 تا دلیکا برمیدارین، نخ از اینجا خارج شده، از منجوق کناریش سوزن رو رد میکنین و یه دونه دلیکا برمیداریم و از منجوق بالایی سوزن رو بیرون میاریم. حالا به اندازه که دلمون میخواسته، به اندازه دلخواه بافت رو ادامه دادیم. برای اینکه تمومش کنیم دوباره 6 تا دونه منجوق گرد برمیداریم و از اولین منجوق کناری سوزن رو خارج میکنیم. ببینید یه حلقه منجوقی ایجاد میشه. حالا نخ رو میاریم توی منجوق بغلی از پایین و دوباره یک دور سوزن رو از منجوق های گرد رد میکنیم. من برای اینکه کار محکم تر بشه حداقل 2 یا 3 بار نخ رو از منجوق های گرد رد میکنم. سعی کنید نختون رو خیلی بلند بر ندارید، در حد 1 متر 1.20 کافیه برای یک دستبند، چون اگر نخ ابریشم استفاده میکنید احتمال گره خوردنش خیلی زیاده، اذیتتون میکنه، ولی نخ FGB یا میوکی مشکل نداره. خب برای اینکه محکم تر بشه من 1 بار نخ رو از داخل منجوق ها هم رد میکنم. نیازی نیست جای گره بزنید، البته میتونید گره بزنید ولی کارتون تمیز در نمیاد. فقط همین که از منجوق ها ردش کنید کافیه. همینجا میتونید نخ رو یکم بکشید و از ته قیچی کنید. برای این طرف هم این نخ اضافه را هم همین کار میکنیم، یعنی از سوزن ردش میکنیم
از بین منجوق ها ردش میکنیم. چون اینجا گره خورده نیازی نیست خیلی از بین منجوق ها رد بشه. از بین منجوق ها چند تا منجوق ردش میکنیم و قیچیش میکنیم. و در آخر برای اینکه بتونیم کارمون رو تبدیل به دستبند کنیم، از توی این حلقه منجوقی که ایجاد شده یه حلقه رد میکنیم، یه حلقه‌چه استیل رد میکنیم و قفل و زنجیر رو بهش متصل میکنیم. اگر میخواین انگشتر این کار رو هم یاد بگیرین، ببینین انگشترش هم خیلی زیبا میشه. اگر میخواین انگشتر این کار رو هم آموزش بدم، توی کامنت ها حتما بهم بگین و از پستم از این ویدیو و آموزش حمایت کنین. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنین و اگر درستش کردین حتما برای من عکس بفرستین. خداحافظ.